بچه‌ها امروز با یه برنامه اومدیم. حقیقتا برنامه خیلی معتبره. حالا میریم تو بدن ویدیو میبینید. ببینید بچه‌ها، تو الان داری مثلا میری مرزنج، من بهتون نشون میدم. مثلا سایت های دیگه، هر سایتی، حالا مثلا یه سایت رندوم میاریم. نگاه کنید. خرید من واقعا این سایت خیلی معتبره، واقعا خوشم میاد برنامه‌اش. من تا سی پی متین زدم ولی نکن 159 تا 80 تا دیدیم بچه‌ها. حالا میایم مخالف اینو می‌نویسیم جم ارزان. اوکی، سایت اول معتبرترین سایت با سابقه 6 سال. ببینید دیگه نمیشه با سابقه 6. من تازه با این سایت چی شدم، تازه با این سایت. نکن بچه‌ها، الان ببینی برگاتون میریزه. فری فایر بازا با آیدی اطلاع سی پی دوبل کالاف، سی پی عادی کالاف. من کالاف تیم میزنم، تا جم نزدم. نکنید نظرم دادم. مثلا مردم خب 110 عدد جم به علاوه 10 عدد اطلاع هدیه میشه 49 تومن. 100 عدد جم دابل 59 تومن. اینا با آیدیاشا. برو پایین. مثلا 530 تا جم 375 تومن. قیمت عجیب غریبی داره واقعا. من خودم زدم شخصا. کالاف اومده. واسه بریم پایین. 10000 جم مثلا 500 تومن، 5 تومن. خب واقعا واسه فری فایر بازا خیلی خوبه. حالا میدیم تو اینجا آفر $1 برید تو بخش آفرش. اینجا میزنید روی آفر. خب میاره خرید آفر $1. نگاه کنید آفر $1 23000 تومن. خرید آفر روزانه $1 فری فایر جم فری فایر ارزان. آفر روزانه. ببینید نام خانوادگی رو میدید، سیو میگید مثلا چه سیوی، حالا مثلا کالاف باشه فلان میگید، گوگل جیمیل هر چی هست. جیمیل شماره متصل بازی رو وارد میکنید. رمز یا هم پسوردتون رو میگین، کد پشتیبان بکاپ رو تا کداتون میخواد، آیدی بازیتون رو میگید. تمام. ضمانت بازگشت وجه داره. بعد این ور اگرم بزنید میره توی جایی، بعد اسمش اگه اشکال اگه چی کنم ببین مثلا یکم طول میکشه. خب بعد نسبت به قیمتش واقعا میارزه. مثلا ناکن اینجا گفتن مثلا دیگه نیم ساعت طول میکشه، مثلا چرا نذاری واسه من میزنم مثلا 1-2 ساعت طول میکشه. مثلا حالا بس مثلا من زیاد فری فایر باز نیست ولی تا جایی میدونم مثلا طول میکشه. خلاصه مثلا حالا با آیدی یا اطلاعاتش یه سریاش مثلا 1 ساعت طول میکشه یا زودتره. من سی پی زدم زیر 3 دقیقه اومد، یعنی توی تا اون 3 دقیقه اومد. بعد حالا همه چیش اوکی بود به نظر من. میریم پایینتر. آفرای دیگهش کارت هفتگی 155 تومن. بعد یو اس سی داره، بویا پس داره 85 تومن مثلا. بویا پس خیلی معتبر بچه‌ها به نظر من. ضرر نمیکنه از